مداد بنفش، نویسنده غزاله بیگدلو، تصویرگر پگاه کاظمی، انتشارات علمی و فرهنگی. مداد قرمز مداد آبی را دوست داشت. او دیگر از فاصله گذاشتن بین کلمه‌های سیاه دفتر مشق خسته شده بود و دلش می‌خواست مثل مداد آبی دریا و آسمان بکشد. مداد آبی نمی‌دانست که مداد قرمز او را دوست دارد. او روی نیمکتی نشسته بود و به کشیدن یک آسمان بدون ابر فکر می‌کرد. مداد قرمز دزدکی به او نگاه کرد و برایش یک گل قرمز کشید. مداد آبی که داشت به کشیدن یک دریا فکر می کرد، گل سرخ مداد قرمز را ندید. مداد قرمز فکر کرد مداد آبی در کنار دریا آفتاب سوخته می شود. بنابراین کلاه قرمزی برایش کشید. ولی مداد آبی در فکر کشیدن یک قایق آبی بود و کلاه قرمز مداد قرمز را ندید. مداد قرمز که دید مداد آبی قایقی آبی کشیده است، بادبان قرمزی کشید که مداد آبی بتواند به سرزمین‌های دور سفر کند. ولی مداد آبی در فکر کشیدن دخترکی با لباس آبی بود و بادبان قرمز مداد قرمز را ندید. مداد قرمز برای مداد آبی یک قلب سرخ کشید تا دوستیش را به او نشان دهد. ولی مداد آبی در فکر کشیدن قطرات آبی باران بود و قلب سرخ مداد قرمز را ندید. مداد قرمز برای مداد آبی یک چتر قرمز کشید تا زیر باران خیس نشود. ولی مداد آبی داشت به کشیدن یک خانه با سقف آبی فکر می کرد و چتر قرمز مداد قرمز را ندید. مداد قرمز هدیه‌های زیادی کشید. یک بادکنک قرمز، یک جفت کفش قرمز، یک فنجان قرمز، یک دوچرخه قرمز. ولی مداد آبی هنوز داشت فکر می کرد و آنها را نمی دید تا اینکه مداد قرمز بعد از کشیدن صدها هدیه قرمز تمام شد و روی زمین افتاد. این بار مداد آبی صدای افتادن مداد قرمز را شنید. مداد آبی تمام آنچه را که مداد قرمز برای او کشیده بود دید. ولی مداد قرمز کوتاه و کوچک شده بود و دیگر نمی توانست هدیه قرمزی به مداد آبی بدهد. مداد آبی به مداد قرمز نگاه کرد. فکری به سرش زد و شروع کرد به آبی کردن تمام آنچه که مداد قرمز برای او کشیده بود. شکل‌های قرمز بنفش می شدند و مداد آبی کوتاه و کوتاه‌تر. حالا آن دو همقد بودند. همه جا بنفش بود.